دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 02:50 راننده автомашини تمغه تویوتا کامری میرزای فیروز سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه قربایف پایتخت پیادهگرد اسماعیل و کبریو سال تولدش 1965 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین 14 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 09:00 راننده автомашини تمغه اوپل زفیر اودینایف ملیک مراد سال تولدش 1978 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه ترسانزاده واقع در دهه سیلبور نویه شهر نو از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبرآمده پیادهگر دوستوف غنی عبداللهویچ سال تولدش 1962 ساکن نویه مذکور را پخش نموده بعداً باز автомашини تمغه دیو نیکسی تحت اداره راننده ایگنبردیف سورابجان سال تولدش 1993 ساکن شهر ترسانزاده نام برده را پخش نموده از بالایش گذشته است. در نتیجه دوستوف هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 48 ساله ساکن نویه اسپیتامن همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده یک چند مراتبه بارای پنهانی از سیخ استحصال محصولات ساختمانی مرد 28 ساله ساکن نویه مذکور قسم‌های تجهیزات تکنیکی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه ضرر رسانیده شده 234,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی بر اساس ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.